دل این دست خودته. از خدا بخواه خدایا در این دل من جز حب خودت و حب بندگان مخلصت کسی دیگر جا نده، جز حب کارهای خیر خدایا در این دل من اجازه نده. از خدا بخواه، دل تو به خدا بسپار. خدا دل داده که در اختیار خدا بذاری و وقتی خداوند صفحات دل تو ورق میزنه، اولین صفحاتش اخلاص، صفحه دومش توکل، صفحه سومش حب مؤمنین، صفحه چهارمش خیرخواهی، صفحه پنجمش علم، صفحه ششمش نماز. همش چیزهای خیر، همش چیزهای خوب. این دل انسانه که هر اراده خیری میکنه براش نوشته میشه و خداوند چقدر خوشحال میشه وقتی که صفحات دلهای بندگانش را ورق میزند و هر صفحه چیز خوبی در اون صفحه میبیند. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک گناه کردی، یک نقطه سیاه در اون دل سفیدی که خدا سفید تحویل داده، پاک تحویل داده، اگر یک گناه کردی توبه نکردی، یک نقطه سیاه میزنن تو اون قلب سفیده. گناه بعدی 2 تا نقطه، گناه بعدی 3 تا نقطه، گناه بعدی 4 تا نقطه. اونقدر گناه میکنی و شیطان وعده های پس فردا و بعدشو وقتی پیر شدی بهت میده که حالا فعلا که جوانی، دنیا دور روز الان خوشید بکن، آخر عمر توبه میکنید. باور بکنید جوان هست، پول داره، پیرمرد هست، پول داره، 50 سالشه، پول داره، 100 بار برش حج واجب شده، نمیره. میدونی چه بهش میگه؟ و خودش پررو شده که به دوستانش میگه اگه من حج رفتم هنوز زوده، دیگه نمیتونم گناه بکنم. سبحان الله. یعنی هنوز هم میخوای گناه بکنی؟ کل دنیا گشته حج نمیتونه بره، 100 بارم برش حج واجب شده، میگه هنوز زوده، اگه رفتیم دیگه نمیتونیم شوخی بکنیم، دیگه نمیتونیم هر چی دلمون میخواد بکنیم، دیگه نمیتونیم گناه بکنیم، نمیتونیم. سبحان الله. یعنی انسان مسلمان برای معصیت خدا درست شده. این را بدانید کارهای خیر بزرگی که صورت گرفته از اینجا شروع شده. اول یک نیت خیر. علما میگن قدرت نیت خیر از کار خیر خودش بزرگتره. نیت خیر یعنی خدایی کردن کارها و وقتی خدا را آوردی تو قضیه کارهای بزرگ کوچک میشه و میسر میشه و خود انسان باورش نمیشه که این انسان ضعیفه چطوری این کارهای بزرگ انجام داده. اینجا باید بگوید هذا من فضل ربی، این از فضل رب من است. مواظب نقطه های سیاه باشید که تو دلتون نقش نبنده. اگر نقش بست بلافاصله پاکش بکنید و تنها راه شستن گناه از دل توبه کردن است. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه.